جبر دیده کردیم سوچوانده کردیم برای اون که آخر در اصل ما نگاه میکنیم جبر دیده این ابراهیم اسدالله حساب میشه برای اون که آخر در اینجا اگر که همین زن در حقیقت بفهمد که از طرف همه ابراهیم اسدالله همه خیلی نوع حقی هاست نوع توقیبی ها هست یا که مثال بشرطی که همه خیلی کارای نمیشده یکم بار آمد خیلی دید همین کارا دوم مرتبه چی با آمد سوم مرتبه چی با آمده باشه چهارم بار چی با آمد آخر اگر من مقصد همین بدگری نمیشید این 6 7 مرتبه آمدگی با چی مقصد آمد همین آدم چی مقصد باشه ولی سر خودش هم مقصدش همین بود که همین آدم شرمنده کردن و مقصد او همین بود خیلی چقدر این در این دوم همین زن افتیده من ایشه نمیفهم ممکن این زن برای که همون ریزانش در گفتگوی همین زن در دوم زن که نه افتیده بود اول این زن برای با همین مقصد همین آدم در همین دوم قلداندنی شد همین کار کرد. سوریه سینوی شهر دوشنبه محترم دولت اسماعیل شنید در منافع سودی نسبت زیرمای من جزا به عمولت 7 سال داده شد که ما عموما با این داده جزا از طرف محترم رئیس کننده عموما روزگی نیستم چون که محترم رئیس خودشون انی خود دقیق درش کرده اگر میدونن که همین حالت نسبت زیرمای من که از طرف مخمومت خبشت پیشکی با مده 139 قسم 2 بندی ای کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده است دیده بر اومدن من همین رو خواهد کردم که در وقتی مرافع سودی همه حالتو با شخصا با رئیس کننده معلوم گشت که در کریدوری زیرمای من 139 قسم 2 بندی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان دیده نمیشود جبرده رحیم عزیزالله در وقتی با آغوش گرفتن در همونجا سوال گذاشتن که باید همین حالت شما یکم چیز رو درک میکردید در منافع سودی جبرده در جواب رئیس کننده گفتن که در حقیقت همه حالتایی که بین من و دامنوی ابراهیم چرگی در نبور صاف شده از همین حالتها رو من همش رو درک میکردم بعد از اونی که جبرده رحیم عزیزالله گفتن که من تنها برای ثبت کردم با اون ثبت کردم که سوچونده ابراهیم اسدالله رو به نوار گیرم در منافع سودی چنین نشان داد که من برای ثبت کردن این نوار این حالت کار رو تشکیل کردم. اگر که همین زن در حقیقت بفهمد که از طرف همه ابراهیم اسدالله همه خیلی نوع حقی هاست نوع توقیبی ها هست یا که مثال بشرطی که همه خیلی کارای نمیشده یکم بار آمد خیلی دید همین کارا دوم مرتبه چی با آمد سوم مرتبه چی با آمده باشه چهارم بار چی با آمد آخر اگر من مقصد همین بدگری نمیشید این 6 7 مرتبه آمدگی با چی مقصد آمد همین آدم چی مقصد باشه ولی سر خودش هم مقصدش همین بود که همین آدم شرمنده کردن و مقصد او همین بود خیلی چقدر این در این دوم همین زن افتیده من ایشه نمیفهم ممکن این زن برای که همون ریزانش در گفتگوی همین زن در دوم زن که نه افتیده بود اول این زن برای با همین مقصد همین آدم در همین دوم قلداندنی شد. بابای حاجی من مدت 4-5 سال بود که بسیار اخلاق و تمیزی بد داشتم نماز میخواندم اما از سبب حقیقت قرآن و اسلام را نمیدانستم با اسلام و قرآن مسخره میکردم نماز میخواندم عرق مینوشیدم زنا میکردم من دختری را در نکاح خود درآوردم آن را نه به خاطر زن به خاطر نفس حرامم من از آن فرزنددار شدم من آنها را تأمین پوره نمی کردم پدر و مادر من بیخبر بود و من گفتند همان دختر را توی کرده می دهیم اما من بدبخت و جاهل قبول نکردم گفتم من آن را نمی گیرم و من دختری خانه دهید مرا دختری خانه دادند من روز با ولایت خودجان رفتم من 7 روزه رفته بودم خداوند شما را در پناهش نگه دارد چندین آدمها را شنیدم دیدم که زندگی تلخشان را شیرین کردید بعد 2 روز بعد گشتم مادرم را پایهایش را بوسیدم گفتم مادر جان راضی نباشی این زنی که من گرفتم دوم زن راضی نباشی جوابش را میدهم مادرم گفت پسرم اینش را هم نگاه کن ویش را هم نگاه کن،
من تا 1 سال می شود که 5 وقت نماز را در مسجد می خوانم، نمازهای جمعه را ترک نمی کنم. هر دو زنم را نمازخوان و با سطر کردم. من هر دو اینها را قوت بر توانایی برابر نگاه می کنم. اما با گفته آیت های قرآن و احادیث های پیغمبر شما گفتید بهترین لباس، بهترین خوراک حتمی خانه داشته باشی. هزاران بار شکر که شکر خدا من یک زنم در خانه مادرم است، دیگرش اجاره نشین است. شما گفتید مردی که 2 زن داشته باشد از عهده آنها نبراید، از قبر میخیزد، یک طرفش قاق است. بابای حاجی شما با من گفتید من چیکار کنم؟ من خانه خریده نمیتوانم، من بسیار قرضدار هستم. من میترسم که مرگ ناگهان به سر من آید. من این روسیای پرگناه بدنفس چخیل با خدای خود رو برو میشوم. کاش خداوند جزای مرا در این دنیا دهد. من بسیار گناهگارم. بابای حاجی شما با من گویید خداوند این نمازهای ما را قبول میکرده باشد. در زندگی اینقدر کمبودی دارم، بالای این زندگی خانه امان در گردن من است. به حاضر شرایط قوت من به این 2 زن نمی رسد. حتی فکر این در عبادت هایم خلل هم می رساند. بابای حاجی التماس با من گویید از روی حقیقت اسلام من چیکار کنم که دل من قرار گیرد، عبادت های من بی شبهه شود، که دل من از این دنیای بی وفا پاکیزه مانده است. در آخر بابای حاجی دعا کن خداوند به من مال و ملک و زن و فرزند در کار نیست، فقط طلب دارم که خداوند مرا بنده بگیرد. همین که همه بیفایده بوده است. خداوند شما را عمر دراز با برکات دهد که در بین مردم تاجیکستان خیلی بهبودی ها آوردید. التماس که سوال مرا پورا خوانده جواب دهید که من از راه دور آمدم تا که این سوال جواب را گیرم به واسطه کسیت امکانیت باشد و نمره تلفنتون رو گویید. به خدا قسم که این حقیقت است. برادر عزیز، زمانهای جاهلیتی که شما سپری کردید، زنا کردید، عرق خوردید و روزی که شما رو به مسجد کردید، توبه صدق به سوی خدا کردید، شما از این گناههای کردگی هاتون پشیمان شدید، تصور کنید که خداوند همه گناههای شما را مغفرت کرده است. این وعده الله است، این وعده حبیبش است. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که تماما گناه نکرده باشد. اگرچند که تو 10 سال 15 سال در این راه نادرست قدم زدی، لیکن امروز فضل پروردگار که تو را هدایت کرد همچنان است که تو گناه نکرده ای. تو در پیشگاه پروردگار یک بنده با عبادت و بنده خدا ترس به حساب می روی. لیکن این شرایطی که الحال بالای تو هست، الله در قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگوید. الله میگوید هیچ بنده را تکلیف نمیدهم، مجبور نمیسازم مگر قدر قوتش. از قوت زیاد از بنده طلب ندارم. حال تو را خداوند میداند، شرایط تو را خداوند میداند و نیت نیکی تو را خداوند میداند که هر زمانی که تو شرایط پیدا شد، دست رسا که شد، برای این زنها البته همه شرایط آماده میکنی. امروز که تو شرایط نداری، خداوند البته تو را میبخشد. لیکن همیشه در فکر آباد کردن، در فکر بهبودی در این زندگی خود باشی، خداوند البته تو را کمک میکند. الحال همچنان تصور کن که تو در عذاب پروردگار قرار نداری و همه عبادت هایی که امروز تو انجام میدهی همگیش خدا قبول میگرداند، زیرا نیت تو نیت نیک است. زیرا اینقدر راه درازی که برای یک جواب سوال شنیدن آمدن، این خود نشانه ایمانداری شما را نشان میدهد، این نیت نیک شما را نشان میدهد. از این خاطر برادر عزیز و گرامی، خداوند همه گناههای ما قبل تو را بخشیدگی هست. اگر آن چیزی که نویسانده